معنی حیات چیست؟ برای خوبتر فهمیدن معنی حیات لازم است به 3 جای توجه خاصی داشته باشیم. یکم بیمارخانه، دوم محبس، سوم قبرستان. در بیمارخانه انسان خوب درک می کند که هیچ چیز در دنیا به نعمت تنصیحتی و سلامتی برابر شدن نمی تواند. در محبس خوب می فهمد که نعمت آزادی چقدر بی‌بهاست. در قبرستان خوب می فهمد که حیات هیچ ارزشی ندارد. زمینی که امروز بالای آن راه می رویم فردا بالای سری ما سقف می شود. آنگاه مونس و دستگیر و نجات بخش ما تنها عملهای نیک خود ما می باشد. پس این حیاتی را که خداوند برای ما و شما داده است خوب غنیمت بدانیم و پیش از آن که مرگ به سراغ ما و شما بیاید فرصت را غنیمت دانسته عملهای نیک را بیشتر انجام بدهیم. و السلام علی من اتبع الهدى.